ولی عمده ترین پولی که از طرف طرح مارشال می اومد توی اداره اصل 4 ایران برای پای ریزی اقتصادی، برای ایجاد بنیانهایی برای توسعه اقتصاد ملی، صرف ساختن مستراح شد. اینو یادمون نره که البته اقداماتی شد هرگز به تمامی نرسید، هرگز کامل نشد. حالا من میتونم براتون مثال بزنم که رفیق من که عضو سپاه بهداشت بود، رفت بود یکی از این شهرهای جنوب بلوچستان، یه دهات بلوچستان، میگفت من صبح با صدای به هم خوردن تعدادی سنگ از خواب بیدار میشدم. وقتی بیدار میشدم میآمدم پرده رو پس میکشیدم، میدیدم که تعدادی زن 2 تا سنگ دستشون رو میزنن به هم دیگه، دارن توی مسیری میرن. پرسیدم اینا صبح کجا میرن؟ گفتن اینا سنگ میزنن، اینا دارن میرن بیرون ده، توی این زمینا خلاف ادب بیرون برن. این سنگ رو میزنن برای اینکه مردم متوجهشن نیان، که اونا با خیال راحت بشینن کارشونو. گفت ما تو سپاه بهداشت بودیم. گفتم که خب ما که آمدیم اینجا، پس ما اینو گزارش کنیم، یه بودجه بگیریم، یه ده دیگه براش مستراح بسازیم. ما گزارش کردیم و موافقت کردند و به ما پول دادند و عمل و بنا و ما یک مستراح خیلی شیک کاشیکاری